الله واسع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان در امتداد بررسی آیات موضوع حج در کلام الله مجید و به صورت خصوص سوره مبارکه حج. در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم که در سوره مبارکه حج الله متعال در ابتدای سوره برخلاف اون چیزی که ما ظاهرا تصور میکنیم و کسانی که آشنا نیستن البته با سوره مبارکه حج تصور میکنن که شاید از اونجایی که اسم این سوره حج هست در ابتدای این سوره مستقیم موضوع حج آغاز بشه و صحبت بشه، اما در سوره مبارکه حج در ابتدا الله متعال از قیامت و از حشر و معاد سخن گفت و در ادامه به کسانی که در موضوع حج دشمنی میکنن با حج و ممانعت میکنن از حج و سعی میکنن که چهره حج رو خراب بکنن از اونها یاد کرد و اونها رو به عذابی دردناک در دنیا و آخرت وعده داد و همچنین به کسانی اشاره شد که غیر الله تعالی رو به فریاد میخوانن، کسانی که هیچ نفع و ضرری برای اونها ندارن و الله متعال اینها رو هم در گمراهی بسیار دور از حق و حقیقت معرفی نمود و مثالهایی زد الله متعال که آیا اینها نمیبینن که آسمان و زمین و هر آن چیزی که در آسمان و زمین است، از ستارگان و از ماه و خورشید و از کوهها و از درختان و حیوانات و بسیاری از انسانها برای الله تعالی فقط سجده میکنند و فقط او را میخوانند و این عده رو الله متعال فرمود که پیوسته دو گروه حق و باطل، دو گروه توحید و غیر توحید همیشه با هم در بحث و مجادله هستند و الله متعال کسانی رو که موحد نیستن وعده داد به عذاب دوزخ و عذابهایی که در دوزخ هست به شکل‌های مختلف و بشارت داد موحدین رو به بهشت و نعمت‌های پاک الله متعال و اون نعمت‌هایی که در بهشت برای اونها مهیا ساخته. در ادامه آیات الله متعال در بعد از بیان این موضوعات در 24 آیه اول سوره مبارکه حج به اصل موضوع حج می‌پردازند. گویی که اونها مقدماتی است برای این موضوع که انسان کسی که برای حج میره از شرک باید خالی باشه، از کفر باید خالی باشه، از دشمنی با خانه کعبه و الله متعال خالی باشه و آمادگی برای قیامت بگیره و آمادگی برای روز جزا و معاد بگیره و به همین خاطر ما میبینیم که حاجی وقتی که به حج میره کفن میپوشه و لبیک گویان حرکت میکنه که کفن همون نماد آمادگی برای قیامت است و لبیک و شعار لبیک نشان از توحید و نشان از رد شرک و کفر و اخلاص برای الله متعال است. در آیه 25 الله متعال در ادامه این سوره یعنی سوره مبارکه حج می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، کسانی که کافر شدن و منع میکنن انسانها رو از راه الله تعالی و از مسجد حرام. عن المسجد الحرام، مسجد الحرام. مسجد الحرام اون اسمی که ما از مسجد الحرام داریم معروف است و مشهور. ما بیت الله الحرام داریم که خانه الله تعالی است که حرام است و این حرام به معنای حرمت داشتنه که حرمت خاصی داره از طرف الله متعال و علاوه بر اون ما مسجد الحرام داریم که مسجد الحرام هم منطقه مسجدی است که بیت الله الحرام در اونه و بلد الحرام داریم که مکه مکرمه است و مشعر الحرام که همه اینا حرام هستند. مسجد الحرام به این خاطر مسجد الحرامه که در اون بیت الله الحرام هست. بیت الله خانه کعبه، خانه کعبه خانه الله تعالی است
درسته که هر مسجدی خانه الله تعالی است، اما مسجد الحرام خونه‌ایه که خود الله تعالی انتخاب کرده. بقیه مسجدهای روی زمین رو بندگان انتخاب میکنن که اینجا مسجدی باشه، اونجا خانه الله باشه. همه مساجد خانه الله تعالی هستن و ان المساجد لله، همه مساجد برای الله تعالی هستن و هر مسجدی میتونه خانه الله حساب بشه. اما فرق خانه الله کعبه، مسجد الحرام با مسجدهای دیگه در چیه؟ که مسجد الحرام رو، که بیت الله رو، که این خانه الله رو خودش انتخاب کرده که اینجا باید باشه، خودش جاش رو انتخاب کرده که اینجا باید باشه و خودش اینجا رو برگزیده. اما در مسجدهای دیگه انسان‌ها انتخاب کردن که اینجا مسجدی باشه و این رو به عنوان بیت الله انتخاب کردن. به همین خاطر شرف و فضیلت بیت الله بر شرف و فضیلت بقیه مساجد همونقدر زیاد هست که این مسجد رو الله تعالی خودش انتخاب کرده و این بیت الله الحرام هست. الله تعالی میفهمد کسانی که کافر شدن و از راه الله من میکنن انسانها رو و از رفتن به مسجد الحرام من میکنن. کسانی که به هر بهانه حج رو تعطیل میکنن، آقا نرید پیش این وهابیون، پول تو شکم اینها نریزید که اینطور میشه که اونطور میشه، برید سر قبر فلانی 1000 تا حج نوشته میشه براتون، برید سر قبر فلانی 100 تا حج نوشته باشه براتون. اگه حجم برید زیارت فلان قبر و فلان امام و فلان پیغمبر نرید، اصلا حجتون قبول نیست. کسی که نمیدونم فلان قبری که معلوم نیست مال کی هست در فلان شهر، جنوب فلان شهر، شمال فلان شهر، که آقای فلانی درست کرده بره، انگار که 1000 تا حج، 100 تا حج، 10 تا حج کرده. و این چیه؟ این همین مراد همین آیه است. کسانی که کافر شدن، این مشرکینی که مردم رو از مسجد الحرام باز می‌دارن به هر دلیلی، به هر دلیلی. هر کسی که تبلیغات میکنه بر علیه مسجد الحرام، مکه مکرمه، مسجد حرام، خانه کعبه، میخواد چهره اونجا رو مخدوش کنه، میخواد رونق اونجا رو کم بکنه، میخواد که مردم به سمت اون تمایل پیدا نکنن، میخواد که مردم نرن به زیارت اونجا، میخواد که مردم به جایی که اونجا برن بیان به سمت مقبره ها و بارگاه ها و قبرهای خود ساخته خودشون. این یک ابره است. این یک شخصی مثل همون کسی که در یمن در سال تولد رسول صلی الله علیه و سلم خانه‌ای درست کرد و مردم رو دعوت کرد به زیارت خانهش و کسی نرفت و حتی تصمیم گرفت که بیاد خانه کعبه رو خراب بکنه به خاطر اهانت به خانه کعبه و یک نفری که از مکه رفته بود اونجا و اهانتی کرده بود به خانه او و تصمیم داشت تا این رونق رو از بین ببره که رونق پیدا بکنه خانه خودش، بارگاه خودش، تا اون تجارت پیدا بکنه، تا اون ثروت پیدا بکنه، تا اون حمایت بشه. وقتی که زائرین از این طرف میرفتن اون طرف برای اون رونق میبردن. این شخص ابرهه داستانش رو همه میدونن که با لشکری از فیلها آمد به سمت مکه و الله متعال او رو هلاک کرد. دشمنی با کعبه، دشمنی با مکه محکوم به زواله. کسانی که کافر شدن و از مسجد الحرام مردم رو و از راه الله تعالی منع میکنن به خاطر بهانه‌های واهی که آقا فلانی نمیدونم فلان کرده، فلانی فلانجا کشته شده، به همین خاطر ما امسال حج نمیریم، ما امسال حج رو تعطیل میکنیم، آقا عمره نمیریم. اینها بهانه هاست. اصلا مشکل سر برخورد و تعامل فلانی ها و فلانی ها با زائرین ما نیست. مشکل این نیست. مشکل جای دیگه است. مشکل دشمنی با کعبه است. مشکل دشمنی با مکه است. مشکل دشمنی با توحیده. مشکل ندیدن اون رونق مسجد الحرام، تاب و توان تحمل رونق مسجد الحرام رو نداشتنه. مشکل اینه. مشکل اینه که آقا نمیخوان مسجد الحرام انقدر رونق پیدا کنه، نمیتونن ببینن رونق مسجد الحرام رو و موحدین رو، چون خودشون که نمیرن حج، نمیتونن همون رو تحمل بکنن. اگر
مردم برن اونجا، حق و حقیقت رو آشنا میشن، حق رو پیدا میکنن، توحید رو پیدا میکنن. در این مدرسه عظیم حج که سر تا سرش درس توحید، جهاد، مقاومت، از خودگذشتگی، قرآن، تلاوت، ذکر، اخوت، برادری، یک محشر صغرایی به پا شده، قیامت صغرایی به پا شده. اینها وقتی که برن اون دروغ‌هایی رو که شنیده بودن درباره اهل توحید برملا میشه، تلفات میدن، اعتراف هم کردن، آقا ما رفتیم چقدر تلفات دادیم. اینها به همین خاطر دشمنی میکنن. کسانی که کافر شدن، الله تعالی فرمود و یصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام، و اینها مردم رو منع میکنن از رفتن به سمت مسجد الحرام، الذی، اون مسجد الحرامی که جعلناه للناس، من الله با عظمت اون رو قرار دادم برای مردم، سواء، برابر قرار دادم، العاکف فیه والباد، چه اون کسی که مقیمه در اینجا، چه اون کسی که از بادیه و از سفر میاد اینجا. برای مسلمین، همه مسلمین مسجد الحرام درهاش بروی همه مسلمین بازه. مسجد الحرام مال همه امت اسلامیه، مال همه مسلمان هاست. الله تعالی میفرماید من این سرزمین رو برای همه انسان ها، برای همه مسلمان ها اینجا رو برابر قرار دادم. فرقی نمیکنه که مقیمین مکه مکرمه و حرمین باشن یا کسانی که از جای دیگه میان. این حرم مال همه است. این حرم مال همه است. اما اون کسانی که اینجا قدر حرم رو میدونن، اون کسانی که ارزش حرم رو میدونن، اون کسانی که هدفشون از اومدن به حرم رعایت مقدسات حرم، احترام به حرم، رونق دادن به حرم، اعتقاد و باور به حرم و به اللهی که اینجا پرستیده میشه، به یگانگی و وحدانیت اعتقاد دارن. اما اون کسانی که میان اینجا برای تخریب و خرابکاری، میرن که در مکه مکرمه آشوب بپا کنن، چشم دیدن مکه مکرمه رو به دست موحدین ندارن، اونها با اون کسانی که به بهانه‌های واهی مردم رو منع میکنن، اینها چی میشه سرنوشتشون؟ الله متعال میفرماید و من یورد فیه، کسی که اراده بکنه، یورد اراده بکنه، فیه در مسجد الحرام، و من یورد فیه به الحاد، که اینجا الحاد بکنه، که اینجا تمرد بکنه، که اینجا گناه بکنه، که اینجا فساد به پا بکنه، به ظلم، از روی ظلم و ستم. یعنی کسی که اراده میکنه که آقا بره در مسجد الحرام گناهی انجام بده، کسی که اراده میکنه در مسجد الحرام، در مسجد الحرام اراده گناه، در خود مسجد الحرام کسی اراده گناه داشته باشه، گناه کردن که به جای خود، اراده این داشته باشه که در مسجد الحرام گناه بکنه، از روی ظلم و ستم، یک آشوبی به پا بکنه، یک شلوغی به پا بکنه، یک مشکلی ایجاد بکنه، یک گناهی رو اونجا مرتکب بشه، الله تعالی میفرماید و من یورد فیه بالحاد نذقه من عذاب الیم، من الله با عظمت اون رو از یک عذاب بسیار دردناکی میچشونم. اینجا خط سرخ الله تعالی است. از این مقدستر مکان کجا میتونه باشه روی زمین؟ از این حرمت بیشتر کجا میتونه باشه روی زمین؟ با چه زبونی انسان بیاد و حرمت و قداست مسجد الحرام رو و مکه مکرمه رو بیان بکنه؟ از این بیشتر دیگه چی باید بگه آدم؟ وقتی که الله تعالی میفرماید اینجا رو من اولا حرم قرار دادم، مسجد الحرامه، این حرمی که الله تعالی حرم قرار داده، نه هر کسی که یک گوشه از عالم هلاک شد بیان براش قبری درست بکنن، بارگاهی میلیاردی درست بکنن، بگن حرم مطهر فلانی و فلانی. حرم اونجایی که الله تعالی حرم قرار میده، مسجد الحرام حرم الله تعالی است. کسی اراده گناه داشته باشه اینجا، الله تعالی میفرماید من اون رو عذابی دردناک میچشونم. اراده گناه در حالت عادی گناه نیست. کسی نیت میکنه گناهی انجام میده، نیت میکنه که گناه انجام بده. خود اراده گناه و نیت گناه که شخصی میخواد یک کاری رو انجام بده، گناهی انجام بده، خود این اراده گناه نیست تا وقتی که مرحله گناه نیاد در حالت طبیعی. اما در مسجد الحرام، در حرم الهی، اراده گناه هم گناهه. خود گناه که به جای خودش، کسی به مجرد اینکه نیت بکنه اینجا گناه بکنه، الله تعالی میفرماید نذقه من عذاب الیم، من این انسان رو عذاب دردناکی میچشونم.
اینجا حرم الله تعالی است، مسجد الحرام، مکه مکرمه، اینجا خط سرخ برای الله تعالی. اینجا کسی حق نداره بیاد آشوب بکنه، کسی حق نداره مواد منفجره توی ساک حجاج جاگذاری بکنه که بیاد اینجا رو با آتیش بکشه، کسی حق نداره بیاد اینجا سر صدا بکنه، آشوب بکنه، حق نداره اینجا این کارو بکنه. اینجا حرم امن الهی است. اراده گناه اینجا گناهه، اراده گناه اینجا گناهه. چرا که اینجا مسجدیه که خود الله تعالی اینو انتخاب کرده. اینجا رو الله تعالی خودش انتخاب کرده که بیت الله باشه. اینجا رو الله تعالی خودش انتخاب کرده که حرم امن الهی باشه. اینجا محدوده‌ایه که حرم خط سرخ الله تعالی است. اگر ابرهه های جرأت گستاخی به خودشون بدن، نتیجه و سرنوشتشون رو خواهند دید. مسجد الحرام خط سرخ الله تعالی است. هر کسی که به قصد تخریب مسجد الحرام، اهانت به مسجد الحرام، آشوب پاک کردن در مسجد الحرام و مکه، اونجا برای مشکل ساختن به مکه مکرمه و مسجد الحرام و حرکت زوار نقشه‌ای بکشه، حرکت بکنه، قلمی برداره، فکری داشته باشه، در ذهن خودش فکری داشته باشه، هر کسی که برای دشمنی با مسجد الحرام حرکتی میکنه، چه در عمل، چه در زبان، چه در قلم، حتی قبل از اینها اون کسانی که میان روی منبرها و شروع میکنن میگن مسجد الحرام نگو بگو باغ وحش، الله تعالی میفهمد مسجد الحرام برای من خط سرخ، اراده گناه اینجا جرمه. و یک حیوانی میاد اون موقع مسجد الحرام رو مثل خانه خودشو هم نوعان خودش فرض میکنه و اون چیزی که شایسته خودشو، مکان خودشو، هم مکتبهای خودش هست به مسجد الحرام نسبت میده. این انسان اگر کافر و ملحد نیست، اگر دشمن الله تعالی نیست، چی میتونه باشه؟ غیر از این چی میتونه باشه؟ مسجد الحرام الله تعالی میفرماید هر کسی چشم دیدن رونق مسجد الحرام رو نداره، هر کسی به فکر نقشه کشیدن برای تباهی در مسجد الحرامه، هر کسی به فکر خلل ایجاد کردن در کار زوار در مسجد الحرامه، هر کسی که بر علیه مقدسات در مسجد الحرام در مکه مکرمه صحبت میکنه، هر کسی که روی منبرها، نه تنها در روی منبر، در روی کاغذ، نه تنها روی کاغذ، در دل خودش بر علیه مسجد الحرام نقشه میکشه، نذقه من عذاب علیم، من الله با عظمت این رو از عذاب دردناکی میچشونم بهش، عذاب دردناکی من به این آدم میدم. هر کسی که میخواد با دروغهایی که از پیش خودش میبافه و اماکن دیگری رو روی زمین که بت کده هایی بیش نیستن، شرک کده هایی بیش نیستن، اونها رو بر مسجد الحرام، اینها رو برتری بده، زیارت اونها رو، رفتن اونجا رو، تا بخواد رونق مسجد الحرام رو کم بکنه، رونق مسجد الحرام رو بیاره پایین، الله تعالی میفهمد نذقه من عذاب علیم. ان الذين كفروا، کسانی که کافر شدن، و یصدون عن سبیل الله و المسجد الحرام، از راه الله تعالی و مسجد حرام که راه الله تعالی است، که بهترین راه برای رسیدن به رضایت الله تعالی است، من میکنن. اون مسجد الحرامی که برای همه انسان ها، مسلمانان یکسانه، این مسجد الحرام رو من میکنن مردم برن و در پی این هستن، در دلشون حتی اراده این داشته باشن که اونجا گناهی انجام بدن، اونجا آشوبی بپا کنن، نقشه هایی دارن. نذقه من عذاب علیم، الله متعال میفهمد من اینها رو عذاب بسیار دردناکی میچشونم. اینجا مسجد الحرامه، اینجا خط سرخ الله تعالی است. چرا اینقدر روی مسجد الحرام الله متعال تاکید میکنه؟ سوره مبارکه حج، یک سوره به اسم حجه. کدوم سوره به اسم فلان قبر و فلان زیارت و فلان ولی و فلان نبی و فلان شکل و کاری که شما مشرکین ادعا میکنید هست، برای اثبات آن چیزی که شما ادعا میکنید که از حج بهتره، از حج والاتره، زیارتش از حج بیشتره. الله متعال انقدر تاکید داره روی مسجد الحرام چون قلب امت اسلامی است، چون اینجا مرکزه، چون اولین عبادتگاهی است که برای انسانها در روی زمین ساخته شده، چون اینجا مرکز توحیده. طبیعی هم هست که مشرک چشم دیدن اینجا رو نداشته باشه. اگه ابرهه نمیتونه
تحمل بکنه رونق کعبه رو، اگه ابرهه ها نمیتونن تحمل بکنن رونق کعبه رو، به خاطر اینکه منافعشون به خطر میفته، به خاطر اینکه اینها میخوان افسار پیروانشون دست خودشون باشه، هر وقت میخوان از مالشون به اسم خمس و فلان و فلان و ناموسشون به اسم صیغه و فلان و فلان استفاده کنن. مسئله فقط همینه، یک بازاره که مسجدالحرام این بازارها رو، این بارگاه‌های خود ساخته که بازارهایی است، برای اونها اینها رو همه از بین میبرن، همه اینها رو تباه میکنن. الله متعال فرمود کسانی که چشم دیدن مسجدالحرام ندارن، چشم دیدن رونقش رو ندارن، مردم رو به بهانه‌های واهی، به خاطر اهداف سیاسی خودشون، به خاطر اینکه نمیخوان مردم از حقیقت آگاه بشن، به بهانه‌های مختلف از رفتن به مسجدالحرام منع میکنن و به دنبال این هستن تا نقشه بکشن که رونق مسجدالحرام رو کم بکنن و در منابر و در غیر منابر، بلکه در قلب‌های خودشون حتی به دنبال این هستن تا با دروغ و با کذب و با بهتان بیان و اماکن دیگری رو بر مسجدالحرام برتری بدن. اینها انسان‌هایی هستند که الله تعالی می‌فرماید نذقهم من عذاب الیم. من اینها رو، کسانی که اماکن دیگری رو، فضیلت اونها رو در عبادت، در قداست بر مسجدالحرام بهتر میدونن، نذقهم من عذاب الیم، من اینها رو از عذاب دردناکی میچشونم. چرا که اینجا یادگار ابراهیمه، چرا که اینجا اولین خانه است که برای عبادت انسان‌ها در عالم آفریده شد. اجازه بدید که آیات بعدی رو در برنامه بعد به همراه شما عزیزان مروری داشته باشیم تا بهتر برای ما واضح بشه قداست این مکان و اهمیت این مکان و عظمت شعائر الهی، من جمله حج و عمره که در مسجدالحرام و مشاعر مقدسه مکه مکرمه، ام القرای جهان اسلام، پای تخت امت اسلامی برگزار میشه. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید تشکر میکنم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.